موهایشون رو ببینین. میریم برای یه کار خیلی خفن. از این دوتا رنگ استفاده میکنم، اش بیشتر طلایی کمتر. از رنگ 940 میل، از رنگ 8 ممیز 17 20 میل، از رنگ 5 ممیز 3 به اندازه یه عدس از 6 ممیز 6 قرمز آتشین استفاده میکنم. اینجا چیزی که باید در نظر داشته باشین اینه که تو این مدل کار باید رنگو تو قسمت‌های ریشه ببرین که سر بخوره، ولی تا ساقه ها نمیکشی. چرا؟ خودش باعث فید این تیکه میشه. ببینی هی رنگو بر میدارم، به کف سر نمیزنم ولی از توی مرز قلم میزنم. قبلش هم که اسپری 2 فاز زدم. اینجا رو ببین، این قسمت رنگ فری آمونیاک که ساقه آمونیاک داره، برای همین میتونن تو همدیگه فید بشن. هر دو از یه جنسن نمیشه و وقتی ریشه رو آمونیاک دار میزنین لک میفته. خروجی کار رو ببینین چقدر خوشگل شد. ریشه هاشم میخوام بهتون نشون بدم. ببینین چقدر خوش رنگ شد.